نه، گفتم الان وقتش نیست. همیشه به ما یاد دادن و به ما گفتن که باید فرزندمون مهارت نگفتن رو بلد باشه. این درست به جای خودش، اما به همون میزان فرزند ما باید مهارت نشنیدن رو هم بلد باشه. پس باید از کودکی به اون یاد بدیم که در مقابل بعضی خواسته هاش ممکنه که نه بشنوه و این خیلی مهمه که فرزند من چه واکنشی در مقابل این نه از خودش بروز میده. اگر فرزند تو هم همچین مشکلی داره و در مقابل نشنیدن رفتارهای نامناسبی از خودش بروز میده، برای من کلمه نه رو ارسال کن تا به راحتی بهت یاد بدم که چطور میتونی این رفتارش رو کنترل کنی و قدرت نشنیدن رو در فرزندت تقویت کنی.